توجیکی تشکیل کرده شد و بینید که ظاهر حسنزاده تمام عمر خود را زیاده از 25 سال است که مخبر مخصوصی روزنامه آواز تاجیک ازبکستان در ولایت سمرقند کار میکنند که اساساً به موضوعهای داغ روز حسن توجه ظاهر نموده با مهارت و اسلوب خاص نگارش داد سخن میدهند. استاد ظاهر حسنزاده در میدان مطبوعات ملی کشورهای ازبکستان و تاجیکستان مقام و مرتبه استوار دارند. نوجویی و نوگویی مرام زندگی استاد حسنزاده می باشد. استاد ظاهر حسنزاده یکی از روشنفکران و آزاد اندیشان انگشت شماری تاجیک در سمرقند و بخارا هستند که برای تاجیکان و سمرقند و بخارا صدا بلند کرده آزادانه فکرشان را بیان میکنند که نه هر کس جرأت سخن کردن در ازبکستان دارد. فکر میکنم مثل استاد در سمرقند و بخارا آزاد اندیش کم مانده است.
اون کسان در ساحه معارف کار میکرد. در مکتب 16 بسیار سالها مدیر کتابخانه بودن. فرندشون داد همینجا. با این اویله زیویان دین دکن خواهر این کس کبریو حسنوان نامزد دکتر فنهای پداگوژی نباشند. دکتر فن عقیل کلانی دکتر فنهای تکنیکی نباشند. رحمتی شادروان طاهر دکتر فنهای فیزیک و متماتیک بود. اکنون وقتی که مکتب ختم کرده مکتب 16 رو ما روی اونیورسیت فاکولته متماتیک گرفتیم. این کس فیلولوژی گرفتن. همراه با خوندن 15 سال 10 سال در مکتب خوندیم، 5 سال در مکتب عالی خونده تحصیل کردیم. این کس اساسا ژورنالیست، لیکن با وجود آن زیاد از 10 عدد کتاب‌های مؤلف کتاب‌های می‌برسن. این کس می‌برسن. Да, я его знаю очень давно. У него такое поколение, у него родители всегда работали, посвящали себе области в культуре. Отец был директором школы, учеников у него один я вот
که همه معماهایی که در جامعه هست ببردارد میدونستم. حاضر هم من همچون مخبری روزنامه آواز تاجیک، همچون مخبری هر زمان در روزنامه سمرقندسکی وست مقاله زبان روسی چاپ می شود نصب می دادم و این کس سالهای دراز بسیار همه اون معمایی که در جامعه هست سمرقند، یادگارهای تاریخ سمرقند، کمبودی ها و دیگر معماها را روی راست برداشته فکر خود را دائما چخیل باشد میخیل. و توسط خبرهایشان یک محبوبیت دارند. همین میگن ژورنالیست باید که در همین معرض حادثه ها واقعه ها باشد. استاد یک دل آزاد خواه دارند، یک دل عدل پرور دارند که ما همین نوشته هایشان احساس میکنیم. بارها این کس در روشن کردن حادثه ها و محرومیت ها دچار شدند. مزه همین حالت ها میشد که این کس را با هم یک چی میگه یک تهمت ها یک چیز بازداشت میکردن، استنتاق میکردن. لیکن در دل همین کس من یک جسارت، یک کمی غیوری، یک انسان پروری بارها احساس کردم. این کس با وجود همین خیلی محرومیت ها، با وجود همین چیزها، باز هم فعالیت ایجادی خود را ادامه میدادن و در نهایت کار غالب می آمدن. با ما ژورنالیستان، با خبرنگاران، با رهبران اداره و تشکیلات ها سپارش میتن، وظیفه میگذارند که ما باید در بین مردم باشیم، از حیات مردم بیشتر آگاه یافته. ما ژورنالیستان طرف های ایجابی را هم در کمبودی های جمعیت را روی آب کنیم، نویسیم. من البته پوشیده نیست که در موادهای خود با مسئله تنقیدی هم دقت مخصوص میدیم. چند پیش مردم دهه اولیک با روزنامه ما مراجعت کرده، گفتند که همین کوچه های اولیک خیلی خراب شده است. در زمستان لای، در تابستان چک. من خوشبختانه امروزه بینم اگر کوچه های اولیک فرش گردیدن، اسفالت پوش شدن. حاضر خوانندگان هم مردم هم با کوچه های وسیع روان رو آب میکنند. این از چی گواه میتند؟ این رهبران با اداره های دولتی نه، اداره های دولتی با خلق نزدیک شده، با خلق خدمت میکنند. پروردگار عالم عمرشان با برکات، مشکلشون آسان، مینوسته که قلمشون الا رنگش تمام نشود. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم الله.